برای مثال ما هنوز ندیدیم اون نفران رو که امام علی رحمان برای گذاشتن لایک زندانی کرد اونها رو آزاد کرده باشد، یعنی درک کرده باشد که خب بالاخره ما درک کردیم این اشتباه بود، از اونها پوزش بخواهد. من فکر میکنم که حالا باید کمی منتظر بود تا اینکه دید که در پس این طرح چی می ایستد. آیا واقعا او شروع کرد یک روند باز کردن فضا را برای انتقال قدرت به فرزندش، چون نمیخواهد به فرزندش فضای را به میراث بگذارد که تاجیکستان در جز 10 کشور سربسته دنیا هست. شاید میخواهد فضا را یک کمی باز کند و فرزندش را در یک شرایط بهتر به کرسی ریاست جمهوری بشیناند، یا اینکه در پس این یک طرح دیگر است برای آن که مردم را یک کمی تشجیع کند که بیان چهره های خود را باز کنند در شبکه‌های اجتماعی، لایک بگذارند، جانبداری کنند از این یا آن سیاستمدار یا احزاب اپوزیسیون، تا اینکه شناسایی آنها از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان آسان‌تر شود.